بابت تقسیم کردن و همچنان اهدا کردن جوایز در کنار ما باشن و با ما کمک بکنن. از محترم فضل احمد نورزاد خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. محترم فضل احمد نورزاد. از محترم فضل احمد نورزاد خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. باشه بفرمایید، خسته نباشین، وقتتون بخیر. و از محترم نیاز احمد نورزاد همچنان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. محترم نیاز احمد نورزاد خواهش میکنیم در جایگاه تشریف داشته باشند. نیاز احمد نورزاد. از محترم محمود آقا بشر رئیس کمیته رئیس المپیک ولایت کندهار همچنان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. محترم محمود آقا بشر رئیس المپیک ولایت کندهار خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. از محترم قاری صاحب سعید رئیس کمیته جوان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. رئیس صاحب سعید خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. از محترم امید یوسفزای مسئول عمومی رادیو جوان همچنان مسئول برگزاری رقابت‌های جام فوتبال رادیو جوان همچنان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. و از رؤسای 4 فدراسیون فوتبال ولایت نیمروز، هلمند، ارزگان و کندهار خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. رؤسای فدراسیون فوتبال ولایت 4گانه زون جنوب غرب افغانستان خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. امیری صاحب همچنان اگر حضور داره که تشریف بیارند. از محترم نیاز احمد نورزاد همچنان خواهش می‌کنیم در جایگاه تشریف داشته باشند. نورزاد صاحب محترم بفرمایید. تشکر از حضورتان. از محترم خالد احمد خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف بیارند. محترم خالد احمد. بر ازان دل رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب غرب افغانستان بالاخره به اتمام رسید و یوال کمیته کندهار به قهرمانی رقابت‌ها در این زون دست پیدا کرد و حالا برنامه یا در کل مراسم اختتامیه رقابت‌ها رسما آغاز خواهد شد و جام قهرمانی و همچنین مدال قهرمانی نایب قهرمانی برای تیم اول و دوم اهدا خواهد شد. در نخست جا داره که تشکر بکنیم از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین نماینده‌هایی که در کنار ما بودند و کمیته فوتسال ولایت کندهار همچنین تقدیرنامه و همچنان لوح تقدیر برای عبدالحسین فرهمند، شاکرالله ابراهیمی، اسمت الله همدرد، مصطفی الهان در نظر گرفته شده که از طرف مسئول عمومی رادیو جوان همچنین از طرف نورزاد صاحب و همچنان از طرف مهمانان دیگر برایشان اهدا خواهد شد. از محترم عبدالحسین فرهمند خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و لوح تقدیری که برایشان در نظر گرفته شده میشه که دریافت بکنند. بله. فرهمند صاحب بله. به افتخارشان کف بزنید دوستان عزیز. عملکردشان خیلی خوب بود و از کابل از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته فوتسال افغانستان حضور پیدا کردند. یک دنیا سپاس. از محترم سردار محمد غنی خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشه در کنار ما باشن. محترم سردار محمد غنی. از آقای شاکرالله ابراهیمی همچنین خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف ببرند و همچنین اسمت الله همدرد و مصطفی الهام. بفرمایید شما به افتخارشان کف بزنید دوستان عزیز. و
از محترم شاکرالله ابراهیمی خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف بیارن و همچنان لوح تقدیر خودشان را نیز دریافت بکنند. بله و حالا نوبت میرسه با اهدای لوح تقدیر از طرف مسئولین برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوان برای 4 مربی قهرمان این رقابت‌ها. از مربی تیم قهرمان، نایب قهرمان و تیم سوم و چهارم خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. از مربی تیم قهرمان این رقابت‌ها خواهش می‌کنم یا از مربی تیم یوال کمیته کندهار خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و لوح تقدیر را از طرف نورزاد صاحب همچنان دریافت بکنند. با افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز. حکم قهرمانی و همچنان لوح تقدیر را همچنان دریافت کردند. از مربی تیم نایب قهرمان خواهش می‌کنیم که در جایگاه همچنان تشریف داشته باشند و حکم نایب قهرمانی را از طرف نورزاد صاحب همچنان دریافت خواهند کرد. به افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز. عملکرد تیمش در رقابت‌ها خیلی عالی بود و به نایب قهرمانی در زون جنوب غرب افغانستان در رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوان همچنان دست پیدا کردند. تیم سوم این رقابت‌ها که در بازی رهبندی عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت، خواهش می‌کنیم مربی تیم سوم در جایگاه تشریف داشته باشند. به افتخارشون کف محکم بزنید دوستان عزیز. لوح تقدیر البته از طرف مهمانان ما دریافت خواهند کرد. باز هم کف بزنید دوستان از به افتخارشون. از تیم چهارم این رقابت‌ها همچنان خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و لوح تقدیر را دریافت بکنه. از مربی تیم چهارم این رقابت‌ها اگر کسی هست میشه که حضور داشته باشند. خیلی خوب. عملکرد تیم چهارم البته خیلی خوب بود. تیم پرستاره و همچنان تیمی که در زون جنوب غرب افغانستان همچنان حضور به هم رساندند. بله دوستان عزیز، حالا نوبت میرسه بر جوایزی که در کنار ما اسپانسرهایی که حضور داشتند برشان اهدا خواهند شد. برای البته کتاب ها را میشه که شما برای مهمانان توضیح بکنید تا ای که برای تیم اول یا تیم قهرمان اهدا شود. از طرف انتشارات بین‌المللی سرور سعادت برای تیم قهرمان این رقابت‌ها چندین جلد کتاب در نظر گرفته شده که برایشان اهدا خواهند شد. از طرف مهمانان ما که در کنار ما همچنان حضور داشته است، از طرف محترم توسط محترم فضل احمد نورزاد از تیم قهرمان خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و جوایزی که از طرف انتشارات بین‌المللی سرور سعادت در نظر گرفته شده میشه که دریافت بکنند. همین رقم میشه که تشریف بیارین جایزه که در نظر گرفته شده. با افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. تیم قهرمان این رقابت‌ها عملکردشون خیلی خوب بود و تونستن به قهرمانی در رقابت‌ها در زون جنوب غرب افغانستان همچنان دست پیدا کنند. عملکرد این تیم خیلی خوب بود و به قهرمانی رقابت‌ها دست پیدا خواهند کرد. قطعاً تشنه بالا بردن جام قهرمانی همچنان هست و طلوع باید مشخص خواهد شد که بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و همچنان بهترین گلزن این رقابت‌ها کدام بازیکن بوده. و حالا نوبت میرسه تحفه از طرف مسئولین برگزاری رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوان و همچنان از طرف رادیو جوان برای مسئولین تیم قهرمان و همچنین مسئول تیم نایب قهرمان و خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. توفه از طرف طایفه که از طرف مسئول برگزاری رقابت آقای امید یوسف زی و همچنان مسئولین رادیو جوانان برای تیم قهرمان در نخست می‌خوایم که آقای نورزاد از طرف امید یوسف زی مسئول برگزاری رقابت‌ها توفیقش دریافت بکنه. همکاران عزیز، خب
به افتخار نورزاد سر در کف محکم بزنین، شخصی که واقعا در کنار ورزش دوستا و همچنان فوتسالستا بوده توپ از طرف رادیو جوانان دریافت کرد. از مسئول تیم قهرمان خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند. توپ از طرف رادیو جوانان دریافت خواهند کرد. به افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. مسئول تیم نایب قهرمان همچنان خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و توپ خودشان را از طرف مسئول رقابت‌های جام فوتسال همچنان دریافت بکنند و همچنان توپ از طرف علیزاده اسپورت دریافت بکنند و بازم به افتخار تیم سوم این رقابت‌ها نیز کف محکم بزنید. از مسئول تیم چهارم همچنان خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و توپ از طرف علیزاده اسپورت و همچنان رادیو جوانان را نیز دریافت بکنند. بله و حالا نوبت میرسه به طایفی که از طرف نورزاد گلد در نظر گرفته شده که توسط حایص نیاز احمد نورزاد برای تیم قهرمان این رقابت‌ها داده خواهد شد. تیم قهرمان آماده دریافت طایف همچنان باشند. تیم قهرمان رقابت‌ها کمیته البته یاوال کمیته کندهار به قهرمانی رقابت‌ها همچنان دست پیدا کردند. از تیم قهرمان خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند و طایفی که از طرف نورزاد گلد از طرف حایص نیاز احمد نورزاد برشان در نظر گرفته شده دریافت کنید. به افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. آقای نورزاد و حایص نیاز احمد نورزاد، شخصی که همیشه وقت در کنار ورزشکاران بوده و طایف را در نظر گرفت برای تیم قهرمان این رقابت‌ها، تیم یاوال کمیته کندهار. و حالا نوبت میرسه بعد تیم دوم این رقابت‌ها، تیم از ولایت هلمند برایشان البته طایف در نظر گرفته شده. از همکاری از خواهش میکنم که طایف را آماده بکنند و برای تیم قهرمان البته نایب قهرمان این رقابت‌ها تیم قیس غنی هلمند داده خواهد شد. از طرف کمپانی نورزاد گلد توپ برایشان در نظر گرفته شده. البته از مسئول یا از تیم دوم خواهش می‌کنم که فقط 5 نفر بازیکن در جایگاه تشریف داشته باشند. نصیر احمد یک از بازیکنانی که خیلی خوب بود و توفیق خودش از طرف حایص نورزاد دریافت کرد. بازیکن شماره 6 تیم قیس غنی هلمند همچنان توفیق از طرف آقای نورزاد دریافت می‌کند. توفیق از طرف آقای حاجی نیاز احمد نورزاد و از طرف کمپانی نورزاد گلد دریافت خواهند کرد. به افتخار تیم نایب قهرمان همچنان کف محکم بزنید دوستان عزیز. تیم نایب قهرمان البته عملکردشون در رقابت‌ها خیلی خوب بود. توپ دیگر از طرف نورزاد گلد برای تیم نایب قهرمان این رقابت‌ها. آقای نورزاد همچنان در کنار ورزشکاران همیشه وقت بوده. هر وقت که چای نوش جان میکردن میشه که از همین گلاس‌ها استفاده بکنند بازیکن تیم نایب قهرمان، خصوصا بعد از تمرینات خودشون. البته خصوصا بعد از تمرینات و بعد از بازیش قطعا خسته خواهد بود. میشه که از گلاسه از طرف نورزاد گل برشان در نظر گرفته شدن میتونن که استفاده بکنند. دروازه‌بان که عملکردش خیلی خوب بود در رقابت‌ها همچنان جایزه از طرف آقای نورزاد را دریافت خواهند کرد. از تیم سوم خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. مسئول تیم سوم خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند یا اگر بازیکنشان هست نماینده تیم سوم خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند. توپ از طرف نورزاد گلد برایشان البته اهدا خواهند شد.
تم سوم این رقابت ها که عملکردشون خیلی خوب بود. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان دوستان عزیز در زون جنوب غرب افغانستان بالاخره به اتمام رسید و فعلا هم مراسم اختتامی این رقابت‌ها در ولایت کندهار، در شهرک عین‌المینی کندهار و در ورزشگاه لوبزای در حال جریان هست. تا لحظات بعد رسما همچنان جام قهرمانیان برای تیم اول داده خواهد شد. از نماینده تیم چهارم خواهش می‌کنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و تحفه از طرف نورزاد گلد و همچنان آژانس نیاز احمد نورزاد خواهش می‌کنیم که از طرف هاشمی صاحب خواهش می‌کنیم که داده خواهد شد و ازشون خواهش می‌کنیم که در کنار ما باشند و تحفه را اهدا بکنند از طرف نورزاد گلد و همچنان مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای. خب ما فکر می‌کنم که تربیت بدنی ولایت کندهار طایفه که در نظر گرفته میشه که برای اشخاصی که در نظر گرفته میشه که اهدا بکنند و همچنان مسئولین مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای. لوحه تقدیر از طرف المپیک یا البته المپیک ولایت کندهار و از طرف مجتمع ورزشی لوبزای و مجتمع تفریحی لوبزای. از محترم عارف یوسفی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. لوحه تقدیر که از طرف کمیته المپیک ولایت کندهار برشان در نظر گرفته شده دریافت بکنند. یکی از کامرامین هایی که در افغانستان واقعا بیجوره هست، مرد زحمتکشی که همیشه در کنار ما بوده، به افتخارشان که حرف بزنیم دوستان عزیز. افتخار محترم عارف یوسفی لوحه تقدیر از طرف آقای نیاز احمد نورزاد دریافت خواهند کرد و همچنین از طرف مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای. تشکر میکنیم از نماینده های المپیک ولایت کندهار و همچنان مجتمع ورزشی و تفریحی لوبزای. از رؤسای محترم ولایت چارگانه زون جنوب غرب افغانستان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. از تیم قهرمان و در کل از مسئول رئیس فدراسیون فوتبال ولایت کندهار خواهش میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشند. با افتخارشان گپ بزنید دوستان عزیز. از مسئول تیم ولایت هلمند همچنان خواهش میکنیم که البته از مسئول فدراسیون فوتبال ولایت هلمند خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته. بله، لوحه تقدیر از طرف المپیک ولایت کندهار را دریافت کردند. از تیم البته از مسئول تیم یا از مسئول فدراسیون ولایت ارزگان همچنان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. لوحه تقدیر از طرف کمیته المپیک ولایت کندهار دریافت کردند. از مسئول ولایت نیمروز همچنان خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و لوحه تقدیر را که برایشان در نظر گرفتند همچنان دریافت بکنند. از محترم قاری حمدالله سعید خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. لوحه تقدیر که از طرف مجتمع تفریحی و ورزشی و همچنین از طرف آقای نیاز احمد نورزاد برایشان در نظر گرفته شده دریافت بکنند. از محترم نوررحمان مفتون خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. نوررحمان مفتون با گفته یوسف زی صاحب که مشر ما و کسی که واقعا در رقابت‌ها خیلی زحمت میکشه، به افتخار مفتون صاحب کف محکم بزنید دوستان عزیز. لوحه تقدیر از طرف نورزاد صاحب همچنان دریافت کردند. از محترم حسن گل رضایی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته
از محترم امید یوسفزی خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند و لوح تقدیری که از طرف نورزاد صاحب همچنان مجتمع تفریحی و ورزشی لوبزه باشند در نظر گرفته شدن. به افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز. از رضایی صاحب همچنان خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند. از محترم رضایی صاحب خواهش میکنم در جایگاه تشریف داشته باشند. من فکر میکنم که نوبت به خودم رسیده، باید کسی دیگه بگه. خب بله دوست عزیز، نوبت به شهزاد جان شیرزاد، یکی از گوینده های خوب رادیو جوانان رسیده که از آقای شیرزاد و تربیت بدنی قنار تشکری میکنیم. رضایی صاحب تشریف بیارین. رضایی صاحب عزیز تشریف بیارین. یکی از اشخاصی که در تیم ما خیلی اخلاق نیک داره و در حال کارش اصلا حرف نداره محترم حسن گل رضایی است. به افتخارشون کف بزنید و همچنان لوح تقدیر از طرف نورزاد صاحب دریافت خواهند کرد. تشکر از محترم رضایی صاحب. از محترم حاج صاحب فضل احمد نورزاد خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. لوح تقدیری که برشان در نظر گرفته شده همچنان به افتخارشان کف بزنید دوستان عزیز. از محترم آقای هاشمی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. از محترم هاشمی صاحب خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. به افتخارشون کف محکم بزنید. کسی که میزبان این رقابت‌ها بود واقعا میزبانیشون حرف نداشت. از طرف المپیک البته المپیک ولایت کندهار برایشان لوح تقدیر داده میشه، اهدا میشه. از محترم آقای صاحب نیاز احمد نورزاد خواهش میکنیم در جایگاه تشریف داشته باشند و از طرف المپیک ولایت کندهار برایشان لوح تقدیر در نظر گرفته شده که دریافت خواهند کرد. از محترم اسدالله یوسفزی البته امید یوسفزی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند و به افتخار اساس بازم میشه کف بزنید دوستان عزیز. لوح تقدیر از طرف المپیک ولایت کندهار دریافت خواهند کرد و بازم نوبت میرسه به نوررحمان مفتون. از مفتون صاحب خواهش میکنم که بازم در جایگاه تشریف داشته باشند. با نمایندگی از مفتون صاحب بازم یوسفزی صاحب لوح تقدیر دریافت خواهند کرد. تشکر خالص محترم. خب هر رقابت دوستان عزیز قطعاً بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و بهترین گلزن داره. در رقابت‌ها خیلی بازیکن‌ها بود که عملکردشون واقعاً جانانه بود و عملکردشون خیلی خوب بود. حالا نوبت میرسه به بهترین بازیکن این رقابت‌ها. فقط فعلا نامش من میدونم چون از دید من اگر باشه تمامشون واقعا عالی بود و تمامشون عملکردشون واقعا جانانه بود. بهترین بازیکن این رقابت‌ها از تیم قهرمان از تیم ناب قهرمان این رقابت‌ها حکمت الله یار شماره 8 از تیم قصرغنی هلمند خواهش میکنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و تندیس بهترین بازیکن را دریافت بکنند. حکمت الله بهترین بازیکن این رقابت‌ها همچنان از طرف مسئولین برگزاری رقابت‌ها و همچنان کمیشنر این رقابت‌ها انتخاب شد
و بهترین گلزن این رقابت‌ها یکی از با تجربه ترین البته بازیکنان یکی از این دو تیم هست و در این حال یک بازیکنی که جام قهرمانی رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان هم سوپر جام و همچنان هم جام در کل هم جام در زون جنوب غرب و بالای سر خودش برده. از عبدالرازق اسپینک خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشه و بهترین گلزن این رقابت‌ها لقب گرفت. به افتخارشون کف محکم بزنید. عبدالرازق اسپینک بازیکنی که گل بیشتر این رقابت‌ها به ثمر رساند از طرف آقای نورزاد برشون اهدا خواهد شد. و حالا نوبت میرسه برای بهترین دروازه‌بان و بهترین سنگربان این رقابت‌ها. از حاجی صاحب فضل احمد نورزاد خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند. بهترین دروازه‌بان چه فکر می‌کنید کدام دروازه‌بان باشه؟ هم دروازه‌بان تیم اول و قهرمان عملکردشون خوب بود و هم دروازه‌بان تیم نایب قهرمان. بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها مرتضی بلندقامت‌ترین دروازه‌بان این رقابت‌ها خواهش می‌کنم در جایگاه تشریف داشته باشند و همچنان تندس بهترین دروازه‌بان از طرف محترم حاجی صاحب فضل احمد نورزاد دریافت بکنه. به افتخارشون کف بزنید دوستان عزیز، واقعا عملکردشون خوب بود و الان دروازه‌بانی که کمترین گل داد در رقابت‌ها همچنان دریافت کرد. تشکر از شما. بله دوستان عزیز، و حالا نوبت میرسه و لحظه حساس البته فرا خواهند رسید و جام طلای رنگ تیم قهرمان را به سوی خودش سوار. اما قبلتر از او از همکاران خواهش میکنیم که مدال های نقره رنگ را و همچنان گردن‌آویز های نقره رنگ را برای مهمانان توزیع بکنند تا اینکه برای تیم نایب قهرمان اهدا شود. از تیم نایب قهرمان خواهش میکنم که گردن آویز نقره رنگ را همچنان دریافت بکنم. تیم قیسغنی هلمند در رقابت عملکردشان خوب بود و توانستن که به نایب قهرمان این رقابت ها دست پیدا بکنه و همچنان گردن آویز نقره رنگ را به گردن می آویزند. تیم قهرمان همچنان آماده باشند تا اینکه مدال طلای رنگ را همچنان از طرف مهمان ما دریافت خواهند کرد. اما قطعا میفهمم که تیم قهرمان تشنه بالا بردن جام قهرمانی هست. مدال طلایی همچنان برای مهمانان توزیع خواهد شد و تا اینکه برای تیم قهرمان اهدا شود. رقابت‌های جام فوتسال جوانان در زون جنوب غرب افغانستان بالاخره به اتمام رسید. و یک توفیقی که از طرف آقای نیاز احمد نورزاد برای مسئولین برگزاری رقابت‌ها در نظر گرفته شده همچنان به سورپرایز است برای دوستان ما خواهیم گفت. از تیم قهرمان رقابت‌ها خواهش می‌کنم که در جایگاه تشریف داشته باشند و گردن آویز طلایی خودشان را از طرف مهمانان ما دریافت بکنند. به افتخار دروازه‌بان خوب تیم کمیته کندهار و بقیه بازیکنانشان همچنان کف محکم بزنید. گردن‌آویز طلایی رنگ را همچنان در رقابت‌های جام فوتسال جوانان به گردن آویختند و قهرمان این رقابت‌ها شد. بله دوستان عزیز، بعد از اهدای گردن آویز طلای رنگ نوبت خواهد رسید و جایزه نقدی که از طرف نورزاد گلد و همچنان توسط آقای نورزاد برشان داده خواهد شد اهدا خواهد شد
نوبت میرسه. جایزه نقدی از طرف کمپانی نورزاد گولد برای تیم قهرمان داده شد. از منیر احمد حلیمی خواهش میکنیم که در جایگاه تشریف داشته باشند. منیر احمد حلیمی جایزه نقدی 5000 افغانی را البته دریافت خواهند کرد. به افتخارشون کف محکم بزنیم و تشکر میکنیم از آقای نورزاد که در کنار ورزشکاران همیشه وقت بوده. سپاسگزارشان هستیم. عاطبه نمایندگی از تیمش دریافت کرد منیر احمد حلیمی که یکی از بهترین بازیکنان است در زون جنوب غرب افغانستان، خصوصا در ولایت کندهار. حتی در تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان بازی کرده منیر احمد حلیمی. خب از میهمان عزیز تشکر میکنیم. در جایگاه تشریف تشکر از میهمان عزیز با فرمان و رئیس بله. خب دوستان عزیز رفت و برگشت کوتاه دوباره برمیگردیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب غرب افغانستان عملکردشون خیلی خوب بود و توانستن که به قهرمانی در رقابت‌های جام فوتسال جوانان در زون جنوب غرب افغانستان دست پیدا بکنه. یوال کمیته